سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و جیباتون پر از دایموند. امروز من با یه ویدیو دیگه با موضوع کاربرد اینچنت های مختلف. این دسته پروتکشن ها. پروتکشن معمولی. این اینچنت تا لول 4 هستش و شما رو در برابر دمیج ماب های مختلف قوی تر میکنه. اینچنت دوم فایر پروتکشن. این اینچنت هم تا لول 4 هستش و شما رو در برابر آتش قوی تر میکنه. آتش بلیز، لاوا و آتش فلینت هنستی. اینچنت دوم بلاست پروتکشن. این اینچنت هم تا لول 4 هستش و شما رو در برابر انفجارها قوی تر میکنه. انفجار کریپر و TNT. و اینچنت چهارم که فکر کنم خیلیاتون کاربردش رو نمیدونین، فوجیالت پروتکشن. این اینچنت شما رو در برابر چیزهایی که ماب های خطرناک پرتاب میکنن قوی تر میکنه، مثل ترایدنت زامبی دریایی و تیرکمون اسکلتون. تا آموزشی دیگر، بدرود.